به نام خدای مهربون، خدای شب‌های آروم. سلام همراهان گرامی، شبتون سرشار از لطف بیکران الهی. امیدوارم گل لبخند روی لباتون همیشگی باشه، عطر گلها دلارای زندگیتون و شادی نقل لحظاتون باشه. امشب قراره ساعتی رو در کنارتون بمونیم و تلاش من اینه که شب آرامی رو براتون بسازم. فقط خواهشم ازتون اینه که کانالمون رو دنبال کنید و توی کامنتاتون راجع به امشب نظر بدید تا ازتون انرژی بگیریم و شب‌های رویایی قشنگی رو براتون بسازیم. اما داستان امشب ما، توی زمان قدیم پادشاهی بود که 7 پسر داشت و خودش با 7 تا پسرش زندگی میکردن و روزگار رو میگذروندن. دوران پادشاهی خوبی رو سپری میکردن. روزها میگذشت و پادشاه پیر و پیرتر میشد، تا اینکه روزی رسید که پادشاه خیلی پیر و ضعیف شده بود و احساس میکرد که دیگه به آخرای عمرش رسیده. یه شب پسرانش رو جمع کرد و گفت من تا حالا مواظبتون بودم و الان که هر لحظه ممکنه بمیرم هیچ چیزی از شما نمیخوام، فقط یه قول از شما 7 پسرم میخوام. اشاره به کوه بلند انتهای صحرای پشت دشت کرد و گفت اون کوه رو میبینین؟ به من قول بدید هیچ وقت پای اون کوه تحت هیچ شرایطی پا نذارین. بعد از مدتی پادشاه مریض شد. رفته رفته اوضاع جسمیش بد و بدتر شد تا اینکه از دنیا رفت. طبق رسومات اون کشور پسر بزرگتر پادشاه به تاج و تخت رسید و پادشاه اول اون مملکت شد و حکومت رو در دست گرفت. پادشاه جدید توی یکی از روزها تصمیم گرفت بره دشت زیبای پشت قصر و شکار بکنه. سوار اسب شد و خدم و حشم رو راه انداخت و به سمت دشت برافت. همینطوری که به دنبال شکاری میتاخت داشت به کوپایه‌ای که پدر وصیت کرده بود موقع مرگش که به اونجا پا نذارین نزدیکتر میشد. اصلا هم حواسش نبود. همین زمان یک آهوی خوشقد و خالی چشمش رو گرفت و پادشاه خیلی وسوسه شد که هر طوری شده امروز این آهو رو شکار بکنه. با اسبش دنبال این آهو به راه افتاد. آهو به سمت همون کوه پیش میرفت و پادشاه با اسب به سرعت به دنبال آهو میداخت. اصلا حواسش نبود که داره از سربازایی که با خودش آورده خیلی فاصله میگیره و از اونها دور میشه. آنقدر دنبال آهو تاخت تا نزدیکای غروب شد و دید به پای کوه رسیده که یک آسیاب کنار رودخونه‌ای که از کوه‌ها سرازیر میشه دیده میشه. آهوی خوشخط و خال رفت داخل ساختمون همون آسیاب کنار رودخونه. پسر پادشاه کنجکاو شد، از اسب پیاده شد و رفت داخل آسیاب. پسر پادشاه دید یه دختر خوشگلی که تا حالا ندیده بود و ظاهراً دختر حور و پری بود اونجا نشسته. پسر پادشاه یک دل نه 100 دل عاشق و دلباخته دختر حور و پری شد. نگاهی بهش کرد و گفت تو کی هستی؟ دختر گفت من دختر شاه پریون هستم. من شاهزاده‌ام و تو هم شاهزاده‌ای. بیا شرطی با هم ببندیم. من این چراغ رو روشن میکنم
رو سر گربه میذارم که بالای تاقچه نشسته و تو بنشین و برای گربه من قصه بگو. اگر قصت اونقدر خوب بود که گربه من خوابش برد و چراغ روشن از سرش افتاد، من زنت میشم. اگر نه، تو در اختیار من هستی. پسر پادشاه که محو زیبایی دختر شاه پریون شده بود، شرط اون رو پذیرفت. دخترک یک چراغ گذاشت روی سر گربه رو تاقچه و پسر پادشاه نشست و شروع کرد قصه گفتن برای گربه دختر شاه پریون. پسر پادشاه قصه میگفت و گربه همینطوری لب تاقچه نشسته بود و تکون نمیخورد. پسر پادشاه گفت تا دمدمای صبح که خودش خوابش برد. همین که خوابش برد شرط رو باخته بود. دختر شاه پریون طلسمش کرد و انداختش داخل سیاهچاله. بعد از اینکه خبری از پسر بزرگ پادشاه نشد، پسر دوم پادشاه دیار خودش شد. حالا پسر پادشاه که پادشاه جدید شده بود، اون هم راه افتاد به سمت صحرا و دشت زیبای پشت قصر و همون آهوی خوشخط و خال چشمش رو گرفت و اون بدون توجه به سفارش پدر با اسب به پای همان کوه و همان آسیاب و همون دختر شاه پریون رسید. دختر شاه پریون همون شرط که برای گربه من قصه بگو و گربه من خوابش ببره من زنت میشم رو تکرار کرد و همینجوری پیش رفت تا پسر ششم پادشاه طلسم دختر شاه پریون شدن. رفتن ته سیاهچاله و هیچ کس از حال و احوالشون با خبر نشد. در آخر نوبت به کوچکترین پسر پادشاه رسید که بر تخت پادشاهی بشینه. اما او چون سرگذشت تلخ 6 برادرش رو میدونست که ناپدید شدن و هیچ وقت بر نگشتن، اون خیلی ترسیده بود، ولی میدونست قطعاً یه اتفاقی افتاده که برادرانش گم شدن و هیچ خبری ازشون نداره. اون رفت پیش یک پیرزن دانایی که توی صحرا زندگی میکرد و بهش گفت 6 تا از برادرای من که به پادشاهی رسیدن بلافاصله مدتی از پادشاهیشون نگذشته بود که گم میشن و من نمیدونم چه بلایی سرشون اومده. حالا به ناچار من پادشاه شدم و نمیدونم چه اتفاقی قراره برای من پیش بیاد. پیرزن دانا یه نگاهی کرد و گفت کی گم شدن؟ پسر گفت همشون رفته بودن شکار. پیرزن گفت پس رسیدن دامنه کوه. مگه باباتون به شما سفارش نکرده بود اونجا پا نذارین؟ بعد به پسر گفت من راه چاره رو بهت میگم. اونجا دختر هوروپری زندگی میکنه. روزها به شکل یک آهوی خوشخط و خالی در میاد و شب که فرا میرسه دختر هوروپری میشه. با طلسم و جادو آدمها رو اسیر میکنه. اگه تو میخوای بری سراغش، برو یه جعبه کوچک بیار و 5 تا موش بذار توش و بیا من بقیه راه و چاره رو بهت بگم.
پسر پادشاه همین کار رو کرد. بعد که حرفای پیرزن تموم شد راه افتاد به سمت کوه. داشت میرفت سمت کوه، همون آهویی که پیرزن وعده داده بود رو دید. دنبالش کرد، رفت توی اون آسیاب و دختر هوروپری رو دید. دختر هوروپری همون شرط رو تکرار کرد و بهش گفت من شاهزاده و تو شاهزاده، من شرطی دارم که اگه به جا بیاری من زنت میشم. چراغ را بالای سر گربه‌ای گذاشت که لب تاقچه بود و گفت بشین و برای گربه من قصه بگو. اگر قصه تو اونقدر جذاب بود که گربه من خوابش برد و چراغ از سرش افتاد، تو شرط رو بردی و من زنت میشم. در غیر این صورت شما در اختیار من هستی. پسر پادشاه قبول کرد و آروم نشست و جعبش رو توی لباسش پنهان کرد. دختر شاه پریون چراغ رو روی سر گربه لب تاقچه گذاشت و پسر پادشاه شروع کرد به قصه گفتن. یک قصه گفت و یک موش از توی جعبه زیر لباسش آزاد کرد. موش تکونی خورد و گربه متوجه موش شد، اما هنوز چراغ از سرش نیفتاده بود. یه ذره دیگر که گذشت موش دوم رو آزاد کرد و یه ذره دیگه باز که سپری شد موش سوم رو آزاد کرد. موش سوم که به بیرون پرید گربه دیگه طاقت نیاورد، چراغ رو انداخت و از لب تاقچه پرید پایین و افتاد دنبال موشا. دیگه پسر پادشاه شرط رو برده بود. برگشت به دختر شاه پریون گفت دیگه راستش رو بگو، برادران رو چی کار کردی؟ دختر بهش گفت من که شرط رو باختم، برادرات رو طلسم کردم، الان تای چاهن و همشون رو آزاد میکنم. پسر که دلباخته دختر نیز شده بود به دختر گفت سر قولت که هستی، تو حالا باید زن من بشی. دختر گفت هیچ اشکالی نداره، من زنت میشم، چون تو هم شاهزاده ای و منم شاهزاده و تو هم پسر بسیار شجاع و زیرکی هستی. باهات ازدواج میکنم، اما من 2 شرط دارم. شرط اولم اینه که هیچ وقت نباید من رو اجبار بکنی که برم لب رودخونه و لباس بشورم. دوم این که هیچ وقت هیچ غریبه ای رو مهمان خونمون نکنی که بیاد شب خونمون بمونه. پسر پادشاه هم قبول کرد و برادرانش آزاد شدن و برگشتن به سرزمین خودشون. آخرین پسر پادشاه و دختر شاه پریون توی همون آسیاب زندگی عاشقانه‌ای رو با هم شروع کردند. روزها و ماهها و سالها گذشت و پسر روزها بیرون به شکار میرفت و دختر تو خونه میموند و زندگی خوبی رو داشتند. یک روز پسر از شکار برگشت و به دختر گفت تو سختته بری لب رودخونه لباسها رو بشوری. دختر گفت نه. پسر گفت پس تا فردا باید 2 لباس خودت و 2 لباس منو ببری لب رودخونه بشوری. دختر هوروپری گفت
مگه من بهت نگفتم من هیچ وقت لباس نمیشورم؟ پسر گفت این حرفا به من ربطی نداره. تو باید این لباس ها رو ببری روی رودخونه و فردا بشوری. صبح روز بعد دختر هوروپلی رفت لب رودخونه و لباس ها رو شست و انداخت روی تخت سنگ ها تا توی آفتاب خشک بشه. یک دفعه باد اومد و رفت زیر یکی از پیرهن‌های زیبای دختر هوروپلی و انداخت پیرهنی رو داخل رودخونه و جریان آب پیراهن رو برد. پیراهن رفت و رفت و رفت تا اینکه در خیلی پایین دست رودخونه مرد پارچه فروشی پارچه های کرباسش رو آورده بود تا بشوره. چشمش به این پیرهن قشنگ افتاد که همراه جریان رودخونه داشت به پایین می اومد. مرد پارچه فروش پیراهن رو برداشت و روی دوشش انداخت و راه افتاد به طرف شهر. پسر پادشاه اون سرزمین داشت با اسب توی شهر رد می شد که چشمش به پیراهنی که روی شوره مرد پارچه فروش بود افتاد. پسر پادشاه یک دل نه صد دل عاشق صاحب این پیراهن شد، بدون اینکه صاحب پیراهن رو دیده باشه یا اون رو بشناسه. پسر پادشاه اومد سراغ پارچه فروش و گفت این پیراهن برای کیه؟ من میخوام با صاحب این پیراهن ازدواج کنم. پارچه فروش گفت من نمیدونم، این پیراهن رو از توی آب پیدا کردم. پسر پادشاه گفت باید پیداش کنی. کرباس فروش گفت چطور پیداش کنم؟ پسر پادشاه گفت به من ربطی نداره، همونطوری که پیراهن رو پیدا کردی باید صاحبش رو برا من پیدا کنی. کرباس فروش بیچاره راه افتاد و توی شهر و از این خونه به اون خونه پیراهن رو تو تن هر دختره که تو خونه بود میکرد. متاسفانه این پیراهن برای یکی بزرگ بود و برای دیگری کوچیک. خلاصه اندازه هیچ کس نبود. پارچه فروش بیچاره برگشت پیش پسر پادشاه و گفت من نتونستم صاحب این پیراهن رو پیدا کنم. پسر پادشاه گفت پس چی کار کنیم؟ پیرمرد پارچه فروش گفت من پیرزنی رو میشناسم، شاید اون بتونه کمکمون بکنه. بریم سراغ اون پیرزن. پسر پادشاه قبول کرد و رفتن سراغ پیرزن دانایی که توی شهرشون زندگی میکرد. به پیرزن گفتن بیا صاحب این پیراهن رو برامون پیدا کن. پیرزن گفت این پیراهنی که من میبینم پیراهن یک آدم عادی نیست، من پیداش میکنم، اما من نیاز به یک ماشین پرنده دارم تا باهاش بتونم مسیر رودخونه رو از بالا ببینم و به پای قله برسم. پسر پادشاه با شنیدن حرف پیرزن امیدوار شد و دستور داد که هرچه میخواد براش فراهم بشه. همه نجارهای ماهر شهر رو خبر کردن و بهشون دستور دادن تا شما از دانش و توانایی که دارید استفاده کنید و یه ماشین پرنده بسازید که این پیرزن بتونه باهاش پرواز کنه و مسیر رودخونه رو از بالا طی بکنه. نجارها یک جعبه ساختن که بال داشت و وقتی سوارش می شدن یه دکمه داشت می زدن و شروع به پرواز می کرد. پیرزن یک قرص نان و چند ظرف آب برداشت و سوار این ماشین پرنده شد و در راستای رودخونه
به راه افتاد. پیرزن رفت و رفت و رفت تا به آسیابی رسید که آب این رودخونه چرخش رو میچرخوند. پیرزن ماشین پرنده رو پایین آورد و یک گوشه‌ای پنهان کرد و پشت تخت سنگی کمین کرد. دمدمای غروب که شد، پسر پادشاه از شکار برگشته بود. پسر پادشاه همون شوهر دختر هوروپری بود. پیرزن رفت کنار پسر و بهش گفت که پسر جون، من راهم رو گم کردم، میشه یه شب به من پناه بدی؟ تاریکی ترسناکه و من هیچ آبادی این اطراف ندیدم. اگه به من یه شب جا بدی، من میخوابم و فردا به مسیرم ادامه میدم. پسر پادشاه گفت چرا نمیشه مادر جان؟ رفت و در زد و به زنش گفت که این پیرزن امشب مهمان ماست. دختر هوروپری گفت مگه من به تو نگفتم که هیچ وقت برای من مهمون نیاری؟ پسر گفت حالا این چه حرفیه؟ دختر گفت من نمیدونم، من شرط کرده بودم، برای من فرقی نداره، ولی دودش چشم خودت میره. پسر گفت آخه این دود و آتیشش کجا بود؟ اگه آب بشه کجا رو میگیره؟ اگه آتیش بشه کی رو میسوزونه؟ الکی نگران نباش، یه شام بیار بخوریم، اون صبح از اینجا میره. صبح روز بعد هنوز خورشید نزده بود که پسره رفته بود دنبال شکار و از خونه بیرون رفت. پیرزن بیدار شد. به دختر هوروپری گفت من که دارم میرم دخترم، تو هم بیا با من بریم این اطراف یه دوری بزنیم. دختر هوروپری قبول کرد، باهاش اومد بیرون. رفتند و رسیدن به ماشین پرنده. پیرزن گفت این چیه اینجا؟ دختره گفت من اولین بار اومدم بیرون و تا حالا چنین چیزی ندیده بودم. پیرزن گفت بیا بریم توشو ببینیم چه خبره و سوار ماشین پرنده شد. دختر که پشت سرش اومد توی ماشین پرنده، اون سریع دکمه پرواز رو زد و ماشین پرنده پرواز کرد. دختر هوروپری بین زمین و آسمون مونده بود. مسیر رودخونه رو برگشت. هرچی دختر بهش میگفت کجا میری؟ پیرزن میگفت صبر کن. نزدیکای شهر سرزمین همسایه که شدن، پیرزن بهش گفت که آره، پسر پادشاه سرزمین ما از تو خوشش اومده و دارم تو رو میبرم پیش اون. دختر گفت آخه چطور ممکنه؟ من که شوهر دارم. پیرزن گفت به من ربطی نداره. دختر هوروپری گریه و زاری کرد و در نهایت گفت باشه من قبول میکنم، ولی شرطی دارم. پیرزن گفت بگو چه شرطی داری؟ گفت منو به یه خونه امنی ببرید و 40 روز به من فرصت بدید. بعد از 40 روز من با پسر پادشاه ازدواج میکنم. پیرزن قبول کرد و دختر رو پیش مرد پارچه فروش برد. مرد پارچه فروش وضع مالی خوبی داشت و چندین خونه داشت. مرد پارچه فروش یکی از خونه هایش رو در اختیار این دختر گذاشت. دختر توی اون خونه ساکن شد و 40 روز منتظر شوهرش ماند. از آن طرف بشنوید که شب همان روزی که دختر گم شد، شوهرش برگشت خونه. هر چی گشت دید خبری از زنش نیست. خیلی ناراحت و
عصبانی بود. به لب رودخونه رفت و به خیال این رسید که شاید زنش اومده کنار رودخونه و افتاده تو رودخونه و جریان آب اون رو برده. اون مسیر رودخونه رو در پیش گرفت و رفت و رفت و رفت تا به یه خونه رسید. در زد. نجاری نشسته بود. نجار گفت که چرا پریشونی جوون؟ چی شده؟ پسر گفت من زنم رو گم کردم و باید مسیر رودخونه رو طی کنم تا بلکه اثری از اون پیدا کنم. نجار گفت من صندوقی درست میکنم. تو داخل صندوق شو و از این طریق میتوانی مسیر رودخونه رو طی کنی تا به آبادی پایین دست برسی. چون مسیر طولانیه من از داخل قفلی برات میذارم و تو وقتی وارد صندوق شدی از داخل در رو قفل کن. و اولین آبادی که رسیدی قطعاً یکی این صندوق رو پیدا میکنه و اون موقع هست که تو از صندوق بیرون میای و همونجا دنبال زنت بگرد. پسر دیگه میدونست باید چی کار کنه. صندوق رو برد لب رودخونه، رفت توی صندوق و از داخل درش رو قفل کرد. صندوق تو مسیر حرکت آب همراه با جریان آب شروع به رفتن کرد. رفت و رفت و رفت تا رسید به شهری که توی سرزمین افسانه ما بود. از قضا پیرمرد کرباس فروش همون موقع لب آب بود و داشت کرباسهاش رو توی آب رودخونه میشست. صندوق خوشگل رو دید و اونو از آب بیرون کشید، ولی هرچه تلاش کرد نتونست درش رو باز کنه. صندوق رو کول گرفت و برد خونه و به زنش گفت ببین چه چیز خوشگلی از آب آوردم. میبینی چه صندوق قشنگیه؟ برو یه چیز بیار تا بتونم بازش کنم. هر کاری کرد نتونست صندوق رو باز کنه. پیرمرد پارچه فروش عصبانی شد. به زنش گفت برو اون تبر رو بیار تا اینو بشکنم. پسر تا این حرف رو شنید و خطر رو احساس کرد، قفل صندوق رو از داخل باز کرد و پرید بیرون. مرد کرباس فروش و زنش ترسیده بودن. از پسر پرسیدن چه خبره؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ پسر گفت من اومدم دنبال زنم که دختر هوروپریه. چند روزیه گم شده. یه شب یه پیرزنی مهمون خونه ما شد. من صبح زود که پیرزن و زنم خواب بودند به قصد شکار از خونه رفتم بیرون. شب که برگشتم نه خبری از پیرزن بود و نه خبری از زن من. کرباس فروش با شنیدن حرفاش فهمید قضیه و داستان از چه قراره. گفت پسرم نگران نباش که زنت خونه منه. بعد هم پسر رو برد پیش زنش و گفت زنت اینجا منتظر تو نشسته. وقتی زنش رو دید فهمید زنش هم خیلی ناراحته. زنش گفت مگه من به تو نگفتم که لباس نمیشورم؟ مگه نگفتم مهمون نیار تو خونمون؟ خودت قول خودت رو شکستی. هم خودت به درد سر افتادی هم من به درد سر افتادم. پسر گفت حالا کاریه که شده، را بیفت که بریم سر خونه زندگیمون. دختر به شوهرش گفت که تو برو 2 اسب تهیه کن و سر کوچه وایستا تا شب بشه. من لباسام رو میپوشم و میام سر کوچه و با هم به طرف خونه به راه میفتیم.
پسر رفت 2 اسب تهیه کرد و منتظر موند تا زنش بهش برسه. پسر پادشاه 5 شبانه روز بود که تو مسیر رودخونه داخل جعبه نخوابیده بود و خیلی خسته بود. از خستگی خوابش برد و افسار اسب‌ها از دستش رها شد و اسب‌ها راه افتادن تا سر کوچه رسیدن. غلامی از سر کوچه رد می شد. اسب‌ها و افسارهای رها شده را دید. او بلافاصله افسار اسب‌ها را در دست گرفت و گفت شاید مال کسی باشد تا بیاید اسب‌ها را تحویل بگیرد و به او پولی بدهد. غلام سر کوچه منتظر صاحب اسب بود. دختر هوروپری لباسها را پوشید و بدو اومد سر کوچه تا در تاریکی شب با شوهرش به طرف خانه به راه بیفتند. دختر هوروپری لباس پوشید، بدو اومد توی تاریکی شب، دید یه مردی ایستاده و افسار اسب توی دستشه. افسار یکی از اسب‌ها رو گرفت و سوار شد و گفت زود سوار شو که بریم. غلام هم سوار اسب شد و راه افتاد. دختر جلو می رفت و غلام هم سوار اسب پشت سرش. دمدمای صبح که شد، خورشید طلوع کرد. دختر یه نگاهی به پشت سرش انداخت. دید این مردی که پشت سرش داره میاد اصلا شوهرش نیست. اما هیچی به روی خودش نیاورد. وسط دشت نزدیک یه آبادی ایستادن. دختر به غلام گفت که میری از داخل آبادی برایم یه تکه نونی بگیری؟ من دیشب غذا نخوردم و خیلی گرسنم. غلام هم راه افتاد و رفت سمت آبادی. دختر هم دید که غلام ازش دور شده. با آخرین سرعتی که داشت اسبش رو تازوند و از آبادی دور شد. وسط صحرا که رسید چوپونی رو دید که یک گله بزرگی رو آورده چرا. پیاده شد و به چوپان گفت یه لطفی در حق من میکنی و لباسات رو با من عوض میکنی؟ چوپان اولش یه ذره دو دل بود. بعد به دختر نگاه کرد و با خودش گفت لابد دلیلی داره. حتما داره از جایی فرار میکنه. بهش گفت آره بیا لباس هامون رو با هم عوض کنیم. دختر هوروپری لباس چوپان رو پوشید و سوار اسبش شد و رفت تا به یک آبادی و شهری رسید. انگار که یک سرزمین تازه بود. وقتی وارد دروازه شهر شد یه بازی پر زد و اومد رو شونه دختر نشست. قصه این بود که مردم این منطقه باور داشتند که اگر پادشاه بمیره حکومت به کسی میرسه که اولین نفری باشه که وارد این شهر میشه و یک باز روی شونش بشینه. اما مردم که سر و وضع این چوپون رو دیدن به نظرشون مناسب برای پادشاهی نیومد. به همین دلیل باز رو گرفتند و دوباره پرواز دادند. دوباره باز برگشت و سر شونه این چوپان نشست. این کار رو چندین بار تکرار کردند. اما هر بار باز می اومد و دوباره روی شانه این چوپون می نشست. در نهایت گفتند لابد قسمت اینه که همین چوپون بشه پادشاه شهر ما. چوپان رو با سلام و صلوات بردن توی کاخ شاه. چوپان لباس پادشاهی پوشید و شد پادشاه این سرزمین. چند روزی که گذشت خبر داد که بهترین نقاش شهر را خبر کنند.
بهترین نقاش شهر وارد دربار پادشاه شد. دختر بهش گفت من برایت کاری دارم. در را بست، لباس پادشاهی را در آورد و لباس معمولی دخترانه خود را پوشید و بهش گفت از چهره من 4 نقاشی بکش. نقاش یکم تعجب کرد ولی قبول کرد و 4 نقاشی از چهره دختر کشید. دختر دستور داد این 4 نقاشی رو جلوی 4 دروازه ورودی شهر آویزان کنند. 24 ساعته جلوی دروازه یه نگهبان بایستد که اگر کسی وارد شد و نگاهش به این نقاشی افتاد و گریه کرد در جا دستگیر کنند و نزد من بیاورند. چند روزی گذشت. نگهبان یکی از درها دید چوپانی به دروازه شهر رسید و چشمش افتاد به نقاشی روی دروازه شهر و شروع به گریه کردن کرد. نگهبان دروازه دیگر غلامی را دید که به دروازه شهر رسیده. او هم تا چشمش به تصویر افتاد به گریه کردن افتاد. دروازه سوم شوهر دختره بود که به دروازه رسید و چشمش به عکس افتاد، زد زیر گریه. و نفر آخر پسر پادشاه سرزمین همسایه بود که از پیرهن عاشق دختر حور و پری شده بود. او هم به دم دروازه شهر رسید، زد زیر گریه. هر 4 نفر را به دربار پادشاه آوردند. دختر که پادشاه این سرزمین بود یه نگاهی کرد و از چوپان شروع کرد پرسیدن که تو چرا گریه کردی؟ چوپان گفت من این دختر را چند وقت پیش توی صحرا دیدم. به من گفت بیا لباسهایمان را با هم عوض کنیم. من لباسهایم را بهش دادم، اونم رفت. راستش بعدش خیلی ترسیدم. گفتم نکنه آدم‌های نابکار به دنبال این دختر باشن و برایش اتفاقی افتاده باشد. بعدش راه افتادم دنبالش تا او را بیابم و به او کمک کنم. تا به دروازه این سرزمین رسیدم و عکسش رو دیدم. گفتم لابد بلایی سرش اومده که نقاشیش روی دروازه این شهر آویزونه. به خاطر همین که نتونستم کمکش کنم و لابد دیر رسیدم، گریه هم گرفت. از غلام پرسید تو چرا گریه کردی؟ غلام گفت من مدت قبل با این دختر هم مسیر شدم. ازش خوشم اومد. میخواستم با خودم ببرمش، اما وسط راه گمش کردم. عکسش رو دیدم، منم که از بس دلم گیرش بود زدم زیر گریه. پادشاه که همون دختر حور و پری بود و در لباس مردانه پادشاهی ظاهر شده بود، رو به شوهرش کرد و گفت تو برای چی گریه کردی؟ شوهرش گفت من یه زنی داشتم که خیلی دوستش داشتم. به من گفته بود من لباس نمیشورم و مهمون به خونه ما نیار. اما من به حرفش گوش ندادم و یه پیرزنی اومد مهمون خونه ما شد و زنم رو با خودش برد. بعدن اومدم دنبالش اما دوباره گمش کردم. به خاطر همین وقتی عکسش رو دیدم زدم زیر گریه. آخرین نفر پسر پادشاه سرزمین همسایه بود که از پیرهن عاشق دختر حور و پری شده بود. از او پرسید تو چرا؟ پسر پادشاه گفت من مدتی قبل از پیرهنش عاشق این دختر شدم. یه پیرزنی رو فرستادم که این دختر را پیدا کنه و بدزده و بیارتش به سرزمین ما تا من با او ازدواج کنم. اما
او از دستم فرار کرد. وقتی عکسش را روی دیوار دروازه دیدم زدم زیر گریه. پادشاه یه فرصتی از اینها گرفت و به اتاق دیگری رفت و لباس معمولیش یعنی لباس دختر حور و پری رو پوشید و نزد 4 نفر برگشت. 4 نفر شوکه شدند. اونو شناختند که این همون دختر است که لباس پادشاهی بر تن دارد. دختر رو به چوپان کرد و گفت تو لایق این هستی که پادشاه این سرزمین بشی و لباس پادشاهی بر چوپان پوشوند و تاج شاهی را بر سر او نهاد و او را پادشاه این سرزمین کرد. بعد دستور داد اون غلام و اون پسر پادشاه که از لباس عاشقش شده بود رو تنبیه کنند تا دیگر چشم به ناموس دیگران نداشته باشند. خودش همراه شوهرش راه افتاد و به سرزمین خودشان رفتند تا مثل قبل به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنند. این بود پایان قصه امشب ما. امیدوارم تا حالا خوابتون برده باشه. اگه بیدارید که شب آروم و خواب آرومی رو براتون آرزو میکنم. شب بر شما